من متیو هستم، میزبان شما توی قسمت دیگه از برنامه‌های ماتریکس شو و متاسفانه مهمونای امروز ما دوباره آشنا و مشکی هستن. چرا متاسفانه؟ چون همه جا کبیره و مجبور شدم دوباره شما رو دعوت کنم. الان باز میخوای بگی من بچم؟ یا مثلا باز میخوای بگی من مخبرم؟ من کی گفتم تو مخبری؟ اونو من گفتم. الان توش خوندن میگن دنبال فوش ننه نیستن، دیسم میکنن من میزنم نیشخن، هر کاری کنی بازم صدر لیستم. رو بازی اساسی ننوشته بود مثبت 18؟ اون مثل چاقالم بود. وایسا این تکس هیچکس نبود؟ به ما آهنگ قبلی و سمپل هیچکس زدیم، دیدیم ویو زیاد گرفت، گفتیم از این به بعد فقط آهنگای هیچکس رو ریمیک کنیم. آهنگی که مهدیار زده رو میگی دیگه؟ آره. بعد تو همون آهنگی که مهدیار زده بود داری ملتفت دیس میکنی. خب چیزه میدونی؟ جواب بده دیگه. ساکت شما مخبر و دوله. آخرش هم نگفتی که فرق تو با سامان چیه؟ قد و وزنشون؟ نه. نوع وصلشون؟ هیچی. نمیشه جای دیس کردم مالا که نمو کتک بزنین؟ بابا بچه زلن نداره که. منم شما تو دیساتون فوش میده مامان تو فلفل نمیریز دهنتون؟ داداش به خود ما بچه نیستی. داداش از طرف خودت حرف بزن. خیلی خب آشنا میدونی فرق تو با ایرج ملکی چیه؟ اون بی استعداد من نه. نه تنها فرقتون اینه که ایرج ملکی اکسی نداشته که بخواد دیسش کنه بیاد بالا. داداش من فقط با دیس ایکس هم بالا نیستم و اگه اینجوری بود که انقدر فن نداشتم. آها راستی تو به طرفدارات چی میگه؟ آشنا تیلیتیا؟ این طرفدار داره مگه؟ مشک خودتو 5 سال دیگه کجا میبینی؟ کلاس هفتم؟ داداش 100 بار بهت گفتم من سنم زیاده. خب کلاس هشتم؟ نهم؟ نمیشه باشین هم دیگه رو کتک بزنین تموم بشه؟ تو نسخه اولیه مورتال کمبت حضور داشت، اما سازندگان مجبور شدن حذفش کنن چون با هر دشمن حریفشو میکشت. اینم از این حساب نبود. اینم از حساب نبود. تو نباید با مورتال کامبت بازی کنی. من نمیخوام دیگه این بازی ها. این بازی آشغاله. خب برم بازی بعدی. چیزی هم دارم. نمیخوام.